این هم محیط سالنش طبقه سوم. ما رستوران ها و مشروب هم جلوتر داره و یالا مردم که دارن یواش یواش میان. جای ترتمیز و سالن میزونیه، نظافتش عالیه، همه چی ارگانایز مرتب، اصلا مشکل به نظر من نداره، همه چیش عالی، لول کار بالاست. این دفعه چندم من میام اینجا، آخرین بارم کنسرت آقای قمیشی بود که خیلی هم خوب نبود، دروغ شدم، برای من خیلی جذاب نبود. حتی ایشون هم سن زیاده ولی خب کنسرت خیلی محکم و سفتی که به چسب لذت ببری نبود حقیقتا. بیشتر همه چی دستگاه و نوازنده آنچنانی هم وجود نداشت. دروغ هم نگم بسته‌کار پشتم قدم بیرون. برای برایان آدامز عالیه. کنسرت‌های خارجی تجربه من میگه که حرف ندارن، چون من کنسرت خارجی کم نرفتم، خیلی خوبه. اصلا استاندارد ایرانی با خارجی خیلی فرق میکنه. واقعا برنامه گذار هزینه‌های زیادی میکنه. خواننده‌های خوب که خیلی داریم ولی برنامه گذاره خارجی واقعا هزینه‌های زیادی میکنن نسبت به ایرانی‌ها. من فکر میکنم، حالا من آدم کارشناس نیستم، به عنوان آدم عام مخاطب موسیقی، کارهای خارجی واقعا توی یه لول و سطح دیگه واقعا حلال میکنم. پولای خیلی خوب میگیرند ولی کار خیلی خوبم تحویل میدن.